قبل از خرید گوشی کارکرده، بازم تاکید میکنم قبل از خرید گوشی کارکرده به این 5 مورد حتما توجه کن. بریم رو گوشی شیائمی تا برات توضیح بدم. اول از همه ما ایرانی‌ها میریم روی ظاهر قضیه. همیشه ظاهر گوشی رو چک میکنی ببینی که دور و بر دستگاه خط و خشی، ضربه خوردگی چیزی نداشته باشه. مورد دوم اینه که باید سلامت باتریشو چک بکنی. این کدی که برات گذاشتم رو میزنی و وارد یه صفحه جدیدی میشی. وارد این صفحه که شدین همه گزینه‌ها رو به خیال میشی میای پایین، دو تا گزینه MF06 و MF05 رو در نظر میگیری که MF06 ظرفیت باتری داره نشون میده که 5000، MF05 هم سلامت باتریه که 4800 خورده ایه و به عبارتی باتری این گوشی 97%. مورد بعدی اینه که صفحه نمایشیشو چک بکنید که پیکسل سوختگی نداشته باشه، حاله و تاچش روان کار کنه. تست تاچش هم به این سبک میتونید انجام بدید. قشنگ کل صفحه رو با موسش تکون بدید. بعدی اینه که بلوتوث و وای فای، آنتن و اسپیکر و میکروفونش رو با هم دیگه تست کنی که ببینی همشون خوب کار میکنن یا نه. و در آخر شماره IMEI یا همون سریالش رو چک میکنی که مشکل یا سابقه مشکوکی نداشته باشه. این 5 موردی که بهت گفتم همشون ریز جزئیاتیه که قبل از خرید به دردت میخوره. بفرست واسه دوستات، پیج منم داشته باش.